برادران بزرگوارم، قسمی که ما در سخنان گذشته خود گفتیم که کدام عیبها در یک حیوان نباشه که در او قربانی نمیشه، او را کلش مفصلا ذکر کردیم. حال کدام عیبهایی که در یک حیوان باشه باز هم سرش قربانی میشه؟ اول، یک حیوانی که شاخش میده باشه، یک حیوانی که شاخش میده باشه مشکل نداره، سر از او قربانی میشه. اما اگر این میدگی به اندازه باشه که مثلا مغز سرش معلوم میشه، باز سر از باز هم قربانی نمیشه. این متوجه باشه. دومی که یک حیوانی که خسی باشه، باز هم سر از او قربانی میشه. بعضی مردم به تشویش هستن که عالی خسی است یا یک نوع عیب است، آیا سر از او قربانی میشه یا نمیشه؟ بله ها میشه، مشکل نداره. سومی که یک حیوانی که دیوانه باشه، خب بتانه خوراک کرده بتانه، باز هم کدام مشکل نداره. یک کمی که دیوانه هست، یک کمی که شوخ است، یک کمی که اعصاب خراب است، سر از این قربانی میشه. اما اگر بتانه که غذا خورده بتانه، راه رفته بتانه و غیره. چهارمی که یک حیوانی که مثلا گوشهاش کوچک باشه یا دنبش کوتاه باشه اما به صورت مادرزادی. چی مانا؟ یعنی از ابتدایی که تولد شده گوشهاش خورده است، یعنی کسی او را قطع نکرده، معلوم میشه. یا دنبش است بسیار کوتاه است، سر از هیچ مشکل نداره، بالای از این حیوان قربانی میشه، هیچ مشکل نداره. این تو یک عیبی نیست که قربانی نشوه. و آخرین چیزی که یک حیوانی که مثلا این تو یک عیب داشته باشه که سر از قربانی میشه، مثلا پیشتر من یادآوری کردم گوشایش سوراخ باشه یا گوشایش بریده شده باشه، مثلا نمابین، سر از هیچ مشکل نداره، با در تو حیوانات قربانی میشه. و همچنان مستحبات قربانی است که ما این متوجه باشیم، هم خیلی مهم است. اولی که کوشش شود که خوردن از گوشت قربانی و همچنان ذخیره کردن آن و صدقه دادن آن، یعنی 3 نوع تقسیم شود. اول خودش بخوره، دیگه به مردم بده، مشکل نداره، به فقیر میته، به غنی میته، به مردم، به هر کسی که میته. و سوم صدقه، یعنی بیشتر خب به اقربای خود بود، دیگه آل به مساکین و فقرا و به هر کسی که صدقه میته هیچ مشکل نداره. دیگه ای که مستحب است که وقتی یک انسان حیوان ذبح میکنه، اگر خودش ذبح را بلد باشه خودش ذبح بکنه. مثلا اگر انسان توانایی از این داره که یک حیوان خودش کشته میتونه، کوشش بکنه که خودش او را بکشه، چون جناب نبی کریم صلی الله علیه و سلم به دستان خود ذبح کرده. و اینجا یک مسئله را متوجه باشین، حتی زنها میتونه که قربانی بکنه. بعضی‌ها شاید تو فکر بکنن که آیا قربانی زنها صحیح است یا نیست. هیچ مشکل نداره. یک زن برای خود یک گوسفند خریده یا یک حیوان دیگه خریده، او را میره به دست خود او را ذبح میکنه، هیچ نوع کراهیت، هیچ مشکلی نداره، حلال است، هیچ مشکل نداره. دیگه ای که کوشش شوه که وقتی که امی آلخ یک چند روزش دیرم شده، ذوالحجه که وقت داخل میشه، یک انسان قربانی میکنه، هر کسی که است ناخوناش نگیره، مویایش نگیره، هر چیزی که است، مثلا مویای زیر خول و غیره، وارخ میفهمین مویای اضافیش او را نگیره، به خاطر از این که تمام از هر نکته بدن انسان در عبادت شامل شود. حالا ما این ناخونه که بگیریم، این خوزو انداخته میشنه، این باز دونمو برکت شامل نمیشه، باز این دمو رحمت شامل نمیشه. یکی از حکمت ها اینمی هست که از اول ذوالحجه تا به وقتی که قربانی میکنه یک انسان ناخون و مویای سر و هیچ چیزش نگیره. بعد از اینکه قربانی کرده و بعد از او اجازه هست برش که ناخونش هم میگیره، هر چیزش که میگیره. و یکی از مستحبات دیگر قربانی این است که 1/3 حصهش صدقه بکنه، 1/3 حصهش صدقه بکنه و یک مردم بده، 2 حصهش اگه برای خودش نگاه میکنه، 1 حصهش به مردم میده. بیشتر میره یادآوری کردم. اما یادتان باشه یک انسان خودش مثلا توانایی زیاد نداره، نه اینمی گوشت میگیره مکمل خودش مصرف میکنه، هیچ مشکل نداره. یا یک انسان اینمی مکمل گوشت میگیره به مردم میده، هیچ مشکل نداره. خودت هم اگه میخوری، اولادت هم اگه میخوری، هیچ مشکل نداره، به مردم دیگه هم میدی، هیچ نوع مشکل نداره.